احتمالا خیلیاتون یه سری از فیلم های منو دیدین. قرار اینجا تو این پستا بهتون آموزش بدم که عملا این فیلم ها چجوری ایجاد میشن. خیلی کار ساده ایه، اصلا چیز پیچیده ای نداره. یکی از فیلم ها، این فیلم رو با هم ببینیم، یه بخشیشو ببینید. من دارم میام به سمت عقب و اون نمای ساختمون در یک فضای ثابتیه. خب حالا اینو چجوری ایجادش میکنیم؟ میایم توی دوربین روی ویدئو و واید ترین حالت لنزی که میتونیم رو ایجاد میکنیم. بعدش میریم به سمت جلو و اینجا ما دقیقاً یه قسمتی از تصویرمون رو سعی میکنیم ثابت نگه داریم توی قاب دوربینمون. مثلا من اینجا این خط تراز بالایی رو دقیقاً مماس با سقف این ساختمون در نظر میگیرم. بعد از اینکه این کار کردیم آروم به سمت عقب میایم. فقط نکته اینه که شما نباید اون قابتون رو به هم بزنید. حالا با هم میریم که این فیلم رو داشته باشیم. و تمام خروجی فیلم رو براتون میذارم.